سلام، من شایانم و اینجا پولیومه. یه کاری باحال گفتم شروع کنم و اونم اینه که حالا که قرار صحبتامون در رابطه با پول و سرمایه‌گذاری باشه، چقدر خوب میشه که با هم دیگه از منابع آموزشی مختلف رو بررسی کنیم و یاد بگیریم. برای قدم اولم از کتاب تحلیل تکنیکال برای افراد مبتدی شروع کردم که تو سمت چپ می‌بینید. به سمت چپ می‌بینید؟ چرا نمیاد؟ آها اومد. این کتاب شامل 14 چپتر میشه و سال 2022 منتشر شده. نویسنده این کتاب هم اندرو ایلدر هستش. چیزایی که قراره تو این پلیلیست یاد بگیریم با الهام از همین کتاب هست. همینجا قول بده اگه خوشت اومد پولیوم رو به دوستات هم معرفی میکنه، تک‌خوری نمی‌کنی. بریم چیزایی رو ببینیم برگردیم. قبل شروع بگم اگه چیزی از این تحلیل ندونید بهتره یا به قول خودمون مبتدی باشید. اما برای افراد نیمه حرفه‌ای هم این پلیلیست میتونه خوب باشه. همین اول بگم که ما به دو تا شکل میتونیم بازار رو تحلیل بکنیم. یکی تحلیل تکنیکال و اون یکی تحلیل بنیادی یا همون فاندامنتال هستش که خلاصه میخوام در رابطه باهاشون بهتون بگم. تحلیل تکنیکال بیشتر تمرکز بر روی نمودارها، الگوهای قیمت و حجم معاملات برای پیش بینی حرکات آینده هستش. در صورتی که تحلیل بنیادی بررسی داده‌های مالی شرکت‌ها یعنی سودآوری، بیکاری، جی دی پی برای ارزیابی ارزش ذاتی اون سهم هستش. تفاوت دیگه‌ای که دارن اینه که تحلیل تکنیکال به عواملی میپردازه که خارج از کنترل شرکته، مثل روانشناسی بازار. در صورتی که تحلیل بنیادی بر عوامل داخلی شرکت مثل گزارش‌های سود تاکید داره. در رابطه با پیش بینی قیمت هم میتونم اینو بهتون بگم که توی تحلیل تکنیکال باور بر روی اینه که تاریخچه قیمت تکرار میشه و استفاده از ابزارهای مثل خطوط روند و نمودارهای شمع یا سطوح حمایت مقاومت میتونه منجر به پیش بینی آینده بشه. در صورتی که توی تحلیل بنیادی تحلیل گزارش‌های مالی برای درک تاثیر عوامل اقتصادی بر عرضه و تقاضا اتفاق میفته. یا به زبون ساده‌تر گزارش‌های مالی میتونن آینده اون سهام رو پیش بینی کنن. تحلیل تکنیکال ابزارهای متفاوتی داره. از نمودارهای میله‌ای و خطی و شمعی گرفته تا یه سری اندیکاتورها برای شناسایی نقاط ورود و خروج. یک مثالی در رابطه با تحلیل تکنیکال بخوام براتون بزنم اینه که اگه سهمی توی تاریخ حول $30 معامله می‌شده و ناگهان به $25 میرسه، تحلیل تکنیکال احتمال بازگشت اون به $30 رو در صورتی که بخوره به حمایت تاریخی میده. اگه بخوام یه نتیجه گیری بکنم اینه که ترکیب هر دو روش تحلیل تکنیکال و بنیادی میتونه تصمیم گیری بهتری رو ایجاد بکنه. تا اینجا فرق تحلیل تکنیکال و بنیادی رو متوجه شدی یا سوال برات پیش اومده؟ خب کامنت ها برای همینه دیگه. خب حالا که میخوایم تحلیل تکنیکال رو یاد بگیریم، بیاید بیشتر در رابطه باهاش بدونیم. تحلیل تکنیکال محبوبه. پیشرفت نرم افزارهای نموداری و پلتفرم‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال رو به روش پرطرفدار معاملات تبدیل کرده. برای معامله‌گران تازه‌کار، درک این روش و پیش‌بینی روندهای بازار چالش برانگیز ولی امکان پذیره. اسم هر چیز جدیدی که میارم اصلا نگرانت نکنه، چون قرار جلوتر تک تکشون رو برات توضیح بدم. مزایای تحلیل تکنیکال چیه؟ اینه که کاربرد گسترده داره، یعنی اینکه قابل استفاده توی هر بازاری مثل ارز، سهام، ارز دیجیتال و کالا هستش. همچنین در هر بازه زمانی متفاوت، مثل کوتاه مدت تا بلند مدت. مدیریت ریسک داره، چون به کمک تعیین حد ضرر و حد سود با استفاده از شناسایی سطوح حمایت و مقاومت میتونیم عمل بکنیم. و این روش دارای استقلاله. این یعنی چی؟ یعنی اینکه میتونه به تنهایی و بدون نیاز به تحلیل بنیادی هم کار بکنه. و فایده آخرش اینه که روندها رو میتونه شناسایی بکنه. این که ما الگوهای تکرار شونده رو بیایم تشخیص بدیم تا اینکه بتونیم حرکت‌های آینده اون ارز رو پیش بینی بکنیم. حل تا اینجا؟ حالا بهتون بگم که ابزارهای کلیدی این تحلیل چیه. استفاده از اندیکاتورهای مثل مکدی و RSI که برای تایید سیگنال ها میتونیم ازشون استفاده کنیم که بعداً کامل براتون توضیح میدم. یه نکته جالبی که وجود داره اینه که حتی معامله‌گرهای بنیادی هم نمیتونن تأثیر سطوح کلیدی قیمت و روانشناسی بازار رو که توسط تحلیل تکنیکال شناسایی میشه رو نادیده بگیرن. یکم بریم تو فاز تاریخ حالمون عوض شه.
ریشه‌های اولیه تحلیل تکنیکال توی قرن 17 میلادی با ثبت رفتار بازار توسط جوزف دلاوگا در آمستردام بنا شد. توی غرب چارلز داو، بنیانگذار نظریه داو، پایه‌های تحلیل تکنیکال مدرن رو تو اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 تشکیل داد. خب همینجا تاریخ بسه. بیا 3 تا قانون خیلی مهم رو بهت بگم. توی تحلیل تکنیکال، 1. قیمت همه چیز رو منعکس میکنه. تمام عوامل مؤثر بر قیمت مثل اقتصادی، سیاسی، روانشناختی در نمودارها لحاظ میشه و نه چیز دیگه‌ای. 2. قیمت در روندها حرکت میکنه. احتمال ادامه روند موجود بیشتر از تغییر جهت بی هدفه. یعنی اینکه روند خیلی بیشتر دلش میخواد که خودش رو ادامه بده، نه که روندش رو عوض بکنه. 3. تاریخ تکرار میشه. الگوهای قیمتی و روانشناسی بازار مثل ترس و طمع تکرار شونده هستن. این 3 تا قانون پایه کل کارمونه. پس جدی بگیرید و دوباره گوش کنید یا یک جا حتما یادداشتش کنید. ما توی تحلیل تکنیکال 3 داده اصلی داریم: قیمت، حجم معاملات و موقعیت‌های باز. نکته کلیدی که اینجا مطرح هست اینه که تحلیل تکنیکال بر این باوره که حتی توی حرکات تصادفی قیمت روندها قابل شناسایی‌اند و تاریخچه بازار راهنمای ارزشمندی برای آینده هستش. ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی میتونه به درک جامع‌تری از بازار منجر بشه. بچه‌ها این نکات خیلی مهم هستن سریع ازشون نگذریم. کل تحلیل تکنیکال ما با نرم افزار تریدینگ ویو انجام میشه که برای اندروید، iOS یا ویندوز موجوده و پیشنهاد میکنم که همین الان اگه نداریدش دانلود و نصبش کنید. حالا بیاید انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال رو یاد بگیریم. نمودار اول نمودار خطی یا لاین چارت هستش. همونطور که تو تصویر میبینید ساده ترین و پرکاربردترین نوع نمودار هست. تنها قیمت‌های بسته شدن رو به صورت یک خط پیوسته نشون میده. و محدودیتش هم دقیقاً همینجاست. اطلاعاتی از نوسانات قیمت توی طول روز مثل بالاترین و پایینترین قیمت اون روز نشون نمیده، فقط آخرین قیمت رو نشون میده. نمودار میله یا بار چارت اطلاعات کاملتری رو نشون میده، مثل قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین و پایینترین قیمت. ساختارشون به این شکله که خط عمودی دارن که محدوده قیمت روز رو نشون میده، خط افقی چپ قیمت باز شدن و خط افقی راست قیمت بسته شدن رو نشون میده. نمودار آخرم نمودار شمعی یا کندله که ما بیشتر از با اون کار داریم. مشابه نمودار میله‌ایه اما با نمایش گرافیکی واضح‌تر که توی تصویر هم می‌بینید. اینجا جا داره که نظریه چارلز داو رو یک بار دیگه تکرار بکنم. بازارها کارا هستن، قیمت‌ها همه عوامل مؤثر رو نشون میدن. روندهای قیمتی حتی در حرکت‌های تصادفی تمایل به تکرار دارند. یه جمع‌بندی داشته باشیم. انتخاب نوع نمودار بستگی به نیاز تحلیلگر داره. نمودار خطی برای دید کلی و میله شمعی برای تحلیل جزئیات میتونه استفاده بشه. تحلیل تکنیکال بر پایه الگوهای تاریخی قیمت و روانشناسی بازار هستش، در حالی که تحلیل بنیادی بر ارزش ذاتی دارایی متمرکزه. خب بریم سراغ چپتر دوم. نه، هر قسمت یک چپتر رو بررسی کنیم به نظرم کافیه. شما هم قول بدید تا جلسه بعد تمرین میکنید تا با هم قوی بیایم جلو. راستی برای اینکه قسمت‌های بعدی رو از دست ندی حتما پولیوم رو سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو هم بزن. خب این تیکه از ویدیو هم جایزه اون کسایی که به ویدیو کاملا توجه میکنند و میخوان که خیلی خیلی عالی تمام تحلیل تکنیکال رو یاد بگیرن. تو دقیقه 7.5 همین ویدیو من روی تصویر براتون نوشتم که اگر میخواید ببینید که چطور توی تریدینگ ویو انواع اقسام نمودارهایی که توی این ویدیو ذکر شد رو فعال سازی بکنید، به آخر ویدیو توجه کنید. حالا اون کسایی که توجه کردن میتونن این جایزه رو داشته باشن و این آموزش رو ببینن. شما وقتی که تریدینگ ویو رو برای اندروید، iOS یا ویندوز خودتون نصب کردید با فضایی مشابه چیزی که الان میبینید روبرو میشید. برای اینکه اون نمودارهای مختلفی رو که توی همین ویدیو براتون عرض کردم رو بخواید فعال کنید، میتونید از قسمت بالای صفحه روی این گزینه کلیک کنید. در این قسمت انواع اقسام نمودارهایی که گفتم رو میتونید فعال کنید. از نمودار بار که اینجا به این شکل هر کدوم رو به شکل یک بار نشون میده، تا نمودارهای لاین یا خطی، یا دوباره میام اینجا و اگه بخوام نمودارهای شمعی رو فعال بکنم بر روی کندل میتونم کلیک بکنم. همین، صحبت دیگه این نیست. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید.